در ترکیه هم مثل خیلی از کشورها نیازهای مختلف شغلی وجود داره، اما اینجا آمار بیکاری خیلی زیاده. به همین دلیل قبل از اینکه مهاجرت کنید، اگر می‌خواید اینجا کار داشته باشید، حتما به این لیست‌ها توجه کنید. بیایم با همدیگه یکی از این لیست‌ها که توسط یک مؤسسه معتبر به اسم مؤسسه کاریابی ایشکور در سال 2022 تهیه شده رو ببینیم. کارگر ساده با حدود 630,000 آگهی استخدام، مدیر فروش و مشاور فروش حرفه‌ای با حدود 85,000 آگهی استخدام، گردشگری و هتلداری با حدود 60,000 آگهی استخدام، پیشخدمت و گارسون رستوران با حدود 42,000 آگهی استخدام، کارگر تولیدی پوشاک با حدود 41,000 آگهی، نگهبان خصوصی با حدود 30,000 آگهی، خیاط با حدود 30,000 آگهی، متصدی پخش با حدود 24,000 آگهی استخدام. این یه نمونه از لیست مشاغل مورد نیاز در ترکیه بودش. حتما قبل از اینکه مهاجرت کنید به این لیست‌ها دقت کنید، اونا رو سرچ کنید، ببینید آیا شغل شما مورد نیاز در ترکیه هست یا نه. شما اگه تجربه در این رابطه دارین لطفا در کامنت‌ها به اشتراک بذارید. مرسی از اینکه با من در تجربه‌ام همراهید. امیدوارم حرفام به دلتون بشینه.